منافذ پوست باز. مشکل ما میکاپ آرتیستا با این منافذ باز پوسته. بیا جلو. حالا بیا با هم بریم ببینیم چطوری این منافذ باز رو باید ببندیم. ابتدا صورت رو با یه پد و میسلار واتر کاملا تمیز میکنم و تمام آلودگی ها رو از روی صورتش پاک میکنم. از یک آبرسان استفاده میکنم و کل صورتش رو آبرسانی میکنم و بعد خشک میکنم. از یک محصول برای بستن منافذش استفاده میکنم. اول بافتش رو باز میکنم و بعد به صورت ضربه روی منافذ ضربه میزنم. باید در نظر داشته باشیم کسایی که منافذ خیلی بازی دارن این کار رو باید 3 بار انجام بدیم. من خشک میکنم و بعد دوباره این محصول رو روی پوستش میزنم. میبینید که منافذش کاملا بسته شده. از 2 تا کرم پودر فیوچر میکاپ و کاتریس استفاده میکنم که صورتش رو کاور کنم. کرم پودر رو کل صورتش پخش میکنم و روی قسمت های منافذ باز با فشار کمتری براش رو میکشم که اون منافذ باز دوباره حالا حرکت نکنم و باز نشن. کل صورت رو پخش میکنم. از پودر فیکس استفاده میکنم به وسیله یک براش. سعی میکنم که خیلی پودر فیکس زیادی نزنم چون خود پودر فیکس زیاد باعث حالا کیکی شدن میکاپ میشه. تمامی محصولاتی که توی این میکاپ استفاده کردم رو داخل کپشن براتون مینویسم تا پایان این میکاپ با من باشید تا افتر این مدل زیبامون رو ببینید. توی پایان این میکاپ باید بدونید که از رژگونه مایع و هایلایتر به هیچ عنوان نباید استفاده کنید چون که افکت بیشتری میده و منافذ رو بازتر نشون میده. چیکار کنم؟ کف کرد. پودر روی کوله